شرف جنت این تویی؟ مرا نشناختی؟ با تو چه شد جنت؟ دگرگون شدم، زیبا شدم همین طبع شرف. با تو معقول شدم. گریه نکن، توزیق نشو. با هیچ کجا نرفتم شرف. شرف میوید گفتم، مرا میبرد گفتم. مرا میبری ها؟ برای همین اومدی ها؟ اپایوشه خیزید. بخیر است دخترم، چی واقع شد؟ جان در جوش نیست. یا من در کجا بودن رو میدونم. آنا میبینی باز به همونجا رفته است. با کجا؟ با کجا میشد؟ باز به همون خانه. من حاضر روی رو میارم. چرا چیزی نمیگویی؟ یا از من خوشت ناومد؟ فهمیدم تو باز مرا پرتوفتن میروی. آخر من زیبا نیستم، برای همین. جانت التماس زیگ نشو. باور کن تو خیلی زیبا هستی. تماما عوض نشده. پیش از رفتنم همین خیلی زیبا بودی. وای چه خیلی زیبا شده ای. زیبی دست. به خدا راست میگویی، شرف با تقدیر بوده است. چی شد آیشه؟ تبت خیره می نماید. شرف دیها رو ترک کرده است. رفته است؟ چه رفته است؟ شما چه ها میگوید اپایوشه؟ دیشب همه چیز هایشون را جمع کرده رفتن. مادر و برادرانش همهشون کسی نمونده است. با این دختر چی شد؟ خوب هستی؟ دروغ میگویی؟
نیستی پیشتر نیستم. ایواز شدم، بی‌عزیب شدم. دروغ میگویی. گریه نکن التماس، گریه نکن. باور کن برخاست نکرده. جوانی بود آخر. اگر این طور شدنش رو میدونستم. کنی بیا دیگر تو را در نزد این خانه نبینم. پایویشه؟ کنی راه گرد گفتم بیا. راست بوده است، یعنی در حقیقت برگشتی. خیر عروست به تو معقول شد؟ شرم نداشته برایش نگاه کرده توانیسی؟ با کدام رویت با این جایها برگشتی؟ دفشان رو دیگر به چشم این دختر ننما. این طور نگویده پایویشه، شرف زیاد میشود. انا بینید این دفعه برای بردن من آمده است. راه بیشتر را رفتیم. ملک شرف آمده است. در حقیقت در همینجاست. پایویشه هم دیدن. خیلی زیبا شده است میتونم یپا. تو چرا گیره میکنی ملک؟ تو زیغ نشو. من با شرف گپ میزنم. بعدی توی ما تو را همراهمون میگیریم. مگر ما تو رو تنها میگذارم. یک جایی زندگی میکنیم. زیغ نشو. کنی با جایگاه در راه یخ کردی. در هوای خنک نخواب همین طور برای بیمار میشوی آخر. بیا دراز کش. همین طور خواب کن. پدر؟ نبیرگانم، پسرم، دخترم. پدر، بابا جان چی شد؟ پدر خوب استه؟ خودتون رو خسته نکنید. خوبم دخترم، خوبم. از خورسن خدایا زد شکر به تو. باز ما رو گوش نکرد. از پیش خودش بر اومده رفت. خدا کند که به سرش یگان بلای ناآمده به خانه برگرده. انا حالا میبینید پسرتون اون خودش رو میپراند یا اون زن رو؟ چند روز از احوالش بد است. اکنون انتظار میشوه یا از مرگ خبرش میآید یا از شعبه پلیس. زبانت خونده گذر. با خود من حقیقت رو میگویم. حاضر حقیقت رو به تو نشان میدهم. اون زبانی مرمونندت رو کنده به دستت میدهم. تلخ کف شدم. در حقی فرزندانم گپای بیهوده نگوی. به خدا میکشمت. بوغیت میکنم. مولم رو سرده. انا خبری بد اومد. من فقط مرگ خودم رو نمیدونم. اگر خواهی به تو گویم. آرام شوید خانم نباید. هممون یک روز میمیریم. مرحمت. روز بخیر. من الوکتی آقای شرف. به نزدیکی به من برای فروش گلخانه وکالت داده بودند. فهمو میدونم. کی آمده است؟ نه. کارهای خرید و فروش رو به آخر رساندیم. کمی از انداز قرضدار بوده است. پرداخت نمودم. باقی مانده اش را موافق فرموده آقای شرف بس یک قسط تقسیم پولم رو کردم. گیرم. حساب. در داخلش لفافه کارت من هست. اگر ایمان سوالی پیدا شد زنگ زنید. نغز مونید. خیر میلش. ای این چیست؟ 3 تنگه پول است.
از گلخانه کلان همینقدر پول بر اومده است. کنی بینم برابر نصف شدند. من اینها را گفتم به تو. اینها از آن یاسین و امینه. کسی به اینها دست نمیرسانه. امینه رو هم یابیم. با دست خودم به هر دویشون می سپرم. شما چقدر ساده اید. سلطان کار هم شنید. فریده دخترش را که ها یافته است، لیکن به شما گفتن نمیخواهد. یافته است؟ اگر میافت خبر میکرد. به خدا راست میگویم، حتی دخترش به فکرم گنگ شده است. گپ نمیزند؟ در کجا شد معیوبش کرده پرتوته باشند؟ از کجا دانم شاد زبانش را از بیخش من دروغ گفته کندند؟ ایستاده دروغ گوی. به طورهای عصبم ناخون نزن. به محله قندیل روید. قصری قراکوینی ها گفته از هر کی پرسید به شما نشان میدهند. فریده در آن خانه خدمتکار شده کار میکند. کودک ها همراهش. باور نکنید رفته با چشمانی خودتون بینید. کنی بگو دخترم، با تو چی خرم؟ بگو چی میخوایی؟ بمونه به مادرمون خرید. پگاه آزاد روز دارن. ای بس یاسین. دفعه آینده انشالله. امروز من آمدنتان را انتظار نبودم. برای ما دعا کنید پدر. دخترم به گپ درآید. هدیه من همان است. اینش هم میشود انشالله. با ما اجازت پدر. برای خرید میروم گفتم. در جای کارم انتظار میشوند. خدا راضی باشد دخترم. تشکر دخترم که به عیادت من آمدید. همین برایم کفایه است. خودتان رو احتیاط کنید. مایلش خدا نشان ندهد. اگر مبادا خودتان رو بد حس کردید با من زنگ زنید می آیم. خدا هست و راضی باشد دخترم. خودی همین گپ ها را گفتند برایم کفایه است. کاش شما رو همراهمان برده می توانستیم پدر. خاطر نشو دخترم. شرایط اینجا خیلی خوب است. اکنون روید. دیر نکنید. دستتون رو ببوسم. تشکر جانی بابا. احوال چنین است. صبح خانم جانان زنگ زده بود. دعوا میکنم میگوید از بالای ما برای پول دعوا میکرده است. این چی جرأت است؟ او چی حق دارد پول طلب کند؟ این زن دیوانه شده است. مایلش من به نظرم بیاید خودم با او گپ میزنم. کنی دردش رو فهمم چی میخواهد. پلیس در جستجوی قاچاقبران است. در گلخانه شرف افیگل کوفتکوف گذرانیده 70 کیلوگرم مواد مخدر دریافت کردند. سبیل ماند. ای خدایا. این خوراک را پای آیشه پختند. با تو معقول از گفته گرفته آوردم. مایلش اکنون را در اینجا بدانت رو نفهمند. رو اکنون. تشکرم. تو دیگر با اینجا نبیا مایلش. عذاب‌های دادم را تو بس است. جنت. چی میگویی؟ گوش کن جنت. تلفن داری؟ نه.
جانم باز با کجا قصد داری؟ لیکن من براتون میابم ها تو به هیچ رو نرم مایلش من میارم مایلش از اینجا نرم مایلش باز برسیم نروی مایلش بیبی جانم اومدن. یاسین پسرکم از چی حال داری؟ امینه جانکی من دخترکم جانی من امینه جانکی من امینه کنی بیبی گوی جانکم بیبی گوی کنی بیبی گوی بیبی گوی ای خدا راست بوده است. خوش آمدید. حیفی آب و نانی دادم در این قصر زندگی میکنی شکمی گرسنه‌ات سیر شد اکنون ما بد شدیم ما کی هستیم؟ مگر من بیبی اینها نیستم؟ مگر اینها نبیرگان من نیستن؟ چرا زنگ زده امینه رو یافتم نمیگویی چرا نمیگویی؟ من خبر دادنی بودم جانم در این بین چنان کارهایی شد که در اصل من با امیر خاموش من تو رو گوش نمیکنم. پرتو این گل حلقه رو پرتو دستت رو خالی شما چی کار میکنید؟ فرزندان رو به کجا میبرید؟ اونها رو من به خونه میبرم. چی در اینجا در نزدی داری خونه بیگانه گدایی کنن؟ کودک رو سرده آنها را من کار میکنم آنها گدایی نمیکنم. کار میکرده است کودک در نزدی تو ایستاده از زبان مونده است. دلم با شرفم میسوزد از تو نه مادر میبروید نه همسر شرفم را سوزاندید بیگذار جگری تو هم سوزد. کنی بیاد رفتی بیبی جان سردید خوارم سردید بیبی جان سردید کودک رو سردید خانم شما چی کار میکنه؟ خوردار نشه خوردار نشه سرده خدا جزایت آن رو دیه سرده دختر خدا جزایت آن رو دیه. میترسم که یکون چیز گفته دلتان رو نرنجانم خانم. میترسیده است. تو از چی میترسی؟ تو از بلا هم نمیترسی. فرزندان و همسرت رو زیری پا کردی. حالایی است حالایی شرفم بیاید از تو جدا میشود او را از نو توی میکنم. اول از تو جدا شود همین که از تو جدا شد باز او را توی کرده خاندار میکنم. من به تو نشان میدهم. کنیگوی این جرأت رو از کجا پیدا کردی؟ من مجبور نیستم که با شما چیزی رو فهمونم. تنها حقم رو میخواهم از آن زیادش لازم نیست. کدام حقتون خانم جانان؟ تا این وقت باری عرق جبین ریخته اید. با شرافتی پدرم میلیون ها رو با آسانی به جای بتان گذاشته. اکنون همش تمام. از این پس یک تنگه هم از من نمیگیرید. دیگر خودتون رو اینقدر در نزدم پس نزنید. اگر حقیقت رو میدونستید شما از این سخنهایتون پشیمون میشدید. کدام حقیقت رو کنی گپ زنید؟ فکر میکنم برای اول نوشته جوت این ورق کافی است. با جا آوردن این شرطنامه رو طلب کرده استودم. این امضای پدرم است. آقای رحیم وعده دادن که تا با پا بودن این شرکت با من این مبلغ به یگان مشکلی پرداخت کرده می شود.
بله شما هم فکر کرده آن را با جو می‌آورید به فکرم. پدر چی کار کردید؟ از من چی رو پنهان کردید؟ زود به نزد من درو. گوش میکنم خانم. در خصوصی پدرم هر چقدر حجتی باشه جمع کرده. اما خانم چی خانم؟ بیار آخر. دیروز آقای تیمور همش رو برای پرتفتن مردن. چی؟ چی؟ تمام شدن. اما قطعه که در بالایشان رحیم قرقیونلو نوشته شده است آورده. بله آقای تیمور، این آخر نشست. بسیار خوب. اکنون همشان را برآورده نیست کنید. خوب شده است. تیمور باز در بینشون یگان چیزهای مهم نباشد. همین ها مهمند. در بالای همشان نام و سراغ است. در این ورقه ها دیگر چیزی نیست. آخر آنها مردن، ما باشیم حالا هم چیزهای کهنه‌شان را نگاه می‌داریم. کنی به جایش گذار. چیزهای در دست بوده رو ما. شما کی هستید که چیزهای به پدرم تعلق داشته رو نصف میکنید؟ اما جان ما زود اینها رو به بالا براره. زودتر. شما زحمت نکشید. به این هم من همش را پرتافتن میخواستم. با من گپ میگردونی. زبان دراز شده است. اما جان بینید جای ها رو بهوده بند کردن. اما بینید ورقه های نو در کارند. اما این اگر رویش رو میدیدی من هم بر قصد رو خطیر کردم. حالا دیوانه شدگی. البته دیوانه میشود. آخر شرطنامه دارید. اکنون چی کار کردنش رو خوب فکری میکند. به فکرم حالا جستجو را سر کرده است. به نزدیکی حقیقت را فهمیده میگیرد. به غیر از تو کسی میدوند؟ از کی میپرسد؟ آقای رحیم به من در خصوص یک همشیره گفته بودند. دویه خانم آسیا او بوده است. این طور باشد زنده بودنی کودک را میدوند. البته میدوند. اگر او رو یافته تواند آسیا هم زنده بودنی دخترش رو میفهمد. بعد به نزدی درت میآید. کار اساسی آن وقت شروع میشود. یک لوچ کرده او رو باور کنوندن لازم است که دخترش تو هستی. تو آن طرفش رو به من گذار. آدمان به من زود باور میکنند. همین طور نه جانکم. تو خطرناکی. از تو ترسیدن لازم است. یا اینکه این همشیره اینقدر سال برای چی پول گرفته است؟ عجب. انا بین آوردم. شرف گیر. خرسند شدی؟ تو چرا چنین شدی؟ بیشتر از من خفه نمی شدی زود می بخشیدی. انسان از دوست داشتهش خفه نمی شود. کاش زنده باشم. تشکر. این خوبیات رو فراموش نمی کنم. هوا خنک شد. خریدی خنک نخورده ما میرویم. مایلش روید. اینش باز کیست؟ الو؟ پینار منم شرف. شرف؟ در کجایی؟ برگشتی؟
پینار با کمکت احتیاج دارم. چی گفتی با کمکی من؟ گپ رو دراز نکن. گلخانه رو فروختن. کنی گپ زن؟ فروختند. پول رو گرفتی؟ همین سحر ادوکات آورد. پاگو پول رو با من بیار. اینش برای چی؟ پینار احوالم وزنین است میگم. تو دیل داری؟ با فکرم چیزهایی به سرم آمده رو نمیدونی. با همسری دوست داشتد گوی. فریده دویده میارد. او رو در بین ما ندارار. درباره او شنیدن نمیخواهم. قریب بود که مرا با پلیس میسپارید. چی؟ با امیر خبر دادست. من با تو گفته بودم. در وقتش گوش نکردی. انا دیدی به سرت چی بلاها اومد. پینار بغیر از تو کسی ندارم. با من کمک کن. در وقتش برای تو شده از همه روی گرداندم. برای فرزندم کردم. تو هم برای او میکنی. برادرم با من خیانت کرد. دیگر با کی باور کنم؟ با کی؟ با من نه. چی میخواست است؟ باش چی میشود؟ دو تنگه به دست مرتیدنش رو شنیده با اونها چشم علو میکند. در شبی خوبش میبیند. با من گوش کن. تو دیوانه ای؟ با او ده. رود جونت رو خلاص کن. برای چی؟ گوش کن. در این وقت ها در اطرافمون هر قدر آدم کم باشد همان قدر خوب است. باید کسی از ما شبهه نکند. مخصوصا شرف را در برات نگاه ندار. من رود. کاری نیت کردمون خیلی کلان است. اگر یگون کس فهمد میدونی چی میشود؟ میسوزیم. هر چی شود با پولی من نشود. به این هم میروسی پدرم را از دست دادم. کمی عقلت رو کار فرما. به این هم از اوسیه از بودش زیاد پول نستونیم. احوالش بد است. شوهرش گریخته است میگویم. بعد دهان خزینه رو میکشاید. یعنی حالا من زنگ زنم؟ ایستادنت خطا است. زنگ زن. شرف چی شد؟ چرا زیغ شدی؟ ها؟ تو زیغ نشو میلش. تو زیغ نشو. تو چی میخوایی؟ پول میخوایی؟ ما گیر. انا آوردم. گیر. در خونه باز هست. من میارم. لبای. الو شرف جان خفه نشو. عصبهایم خراب شده است. ناجا گپ زده تو رو هم رنجوندم. لیکن تو هم بلاهایی به سری من آمده رو نمیدونی. من رو از خانه پیش کردن میخواهند. خاطر نشو. همین که آمدم همش رو حل میکنم. تو با چی قرار آمدی؟ پول رو میاری؟ البته جونم. چرا نارم؟ من به تو کمک نکنم به کی کمک میکنم شرف جون؟ تو در کجایی؟ پول ها رو به کجا برم؟ چی؟ من چی در به اونجا میروم؟ میلش میایم. این بگاه به اتوبوس میشینم. به فکرم صبح اونجا میشوم. همین طرف نه؟ میلش انتظارم. پینار تو آدمی خوب بوده ای. پینار کیست؟ شو جانت زود تلفن رو گیر و رفت. در اینجا بودنت رو نفهمند. باز با پرونده ها مشغول شدی؟ چیکار کنم اپا؟ روزی سه‌شنبه مرافعه دارم. اگر غالب بایم پولی کلان میگیرم. میخواهم پولی کلان کار کرده با اون جنت رو تبابت کنم. راست میگویی دخترم. اما اینقدر سال نکردی مگر؟ در هر کجایی که دکتر را شنیدی میرفتی. چقدر دارو خریدی؟ اما نتیجهش نیست. شب احوالش رو دیدی؟ میدونی تو صبح خوابم نبرد. خودم رو به زور نگاه داشتم. میخواستم رفته از گریبانش گیرم. رزیل بی‌وجدان. اگر این دفعه اپام رو رنجاند قسم میخورم که رفته او رو با دستان خودم میکشم. دخترم این چه گپ است؟ از دهانت شمال برد. خدا جزایش رو دهد. من خودم برای اپام جزا میدهم.
جنت چی شد؟ تو گریه میکنی؟ جنت اون رزیل تو رو باز گریاند یا اینکه خودت به نزدش رفتی؟ نه نرفتم، به خدا نرفتم. هر دو چشمانم کور شوند که نرفتم. نرو، دیگر هیچ گاه نرو. او رو فراموش کن. از او به تو خیری نمیرسد. آخر او اویلدار هم بوده است، فرزند هم داشته است. این رو میفهمی؟ حالا هم او رو دوست میداری؟ مگر با گناه او به این احوال نافتیدی؟ کنی وعده ده؟ وعده ده دیگر به نزد او نمی روی. دخترم خیلی خسته شده است. به همه‌اش بیبیم گناهگار. دیگر او را دوست نمی‌دارم. یاسین این چی گپ است؟ دیگر این خیلی گپا رو نشنوم. بیبیتان به من هر چی کند یا اینکه گوید شما نبیرهایش هستید، او را حرمت میکنید. فهمیدی پسرم؟ نترس دخترکم، من همین جایم، در برت هستم. شرمندگی در نزد در کردهتون کم نبود که باز در روزنامه هم بر اومدید. گیر شوهرت را بین، مشهور شده است. مادر در روزنامه چیست؟ هیچ چیز. وقتی که به خانم اوسیه رسانم بعد میفهمی که در اون روزنامه چیست. بعد چندین سال برای چی آمده است؟ نه جامدان و نه چیز و چوره. این آدم چی سیر دارد؟ اکنون فهمیدم.
هی بیچاره جنت. گوش میکنم. میخواستم با خانم نازنین بخورم. متاسفانه 2 سال پیش مادرم را به خاک سپاریدیم. چی گفتید؟ خدا رحمتشون کند. من دخترشون به شما کمک کرده میتوانم. رحیم کاراکویونلو رو میشناسید؟ به خدا نامش شناس است، اما اون کس پدری من هستند. در وقتش راهبر یک شرکتی کلان بودند. مرا خطا نفهمید، اما مادرتون مدت‌های زیاد پول معینی میگرفت. بله، ما هر ماه کمک پولی میگرفتیم. برای چی پول گرفتنشون رو فهمیده میتوانم؟ به خدا نمیدانم. چطور نمیدانید؟ از پولی که 30 سال باز به جیبتون میدروید چطور خبر ندارید؟ شما چی گفتن میخواهید خانم؟ گوش کنید، میخواهم سبب پول گرفتنی مادرتون رو دانم. التماس روید، با سوالهای ناجایتان مرا ناراحت یک نکنید. دقیقه با من جواب میدهید. دستتون رو گیرید، حاضر پلیس را جیغ میزنم. یک دقیقه. چرا پلیس را جیغ میزنید؟ با من گوش کنید. وقتی که حقیقت را فهمم من پلیس را جیغ میزنم. چی شد؟ رنگ و رویت پریده است؟ دخترم در آن خانه چی دید؟ اینجا شنید. شرف پلیس در جستجویش است. چی؟ به اینجا برای پنهان شدن اومده است. اپا التماس چشمانتون رو از جنت نکنید. گریخته به آن خانه نرود. آن آدم بیگناه نیست اپا. با کارهای افلاس آلوده است. امیر، از من نرنج. من کاری به دوشم بوده رو میکنم. با این احوال تو وظیفت را دوام داده نمیتوانی. سردارم، شما با من باور نمیکنید. سالهاست که یک جا کار میکنیم. اینجا با فکرم دامه هم. شاید لیکن اکا چندین مراتب از دستت فرار کرد. این قابل قبول نیست. حالا که تو پلیسی با تجربه هستی، کاری کرده ای پلیسی با تجربه ای، چون تو با عقلم راست نمی آید. سردارم، التماس برای خودم را اثبات کردن به من یک فرصت دیگر دهید. ببخش امیر، اما قرار را الکی قبول کردند. و باز کمی استراحت کردن به فایده دارد. مان این دعوا را بچه ها ببینند. بین هم اگر گناهکار نباشد جزا نمیگیرد. همین طور نی؟ چرا خبر نداده آمدی؟ آسمان همینجاست. اگر تو را ببیند میدانید چی میشود؟ در امنیت کارها خوب نیستند. امیر رو از وظیفه گرفتن. زنگای آنهایی رو که به او رابطه داشتن گوش میکنن. من هم ترسیدم. آمدم تا بگویم که یک مدت به من زنگ نزنید. در این خانه چقدر حجتی که به پدرم تعلق داشته باشد گرفته بیارید. برای حجت رسم همش رو. خانم آسیا، شما روزنامه رو خوانید؟ روزنامه خوانم؟ انا خواندم. کنی جمع کن.
چرا ایستاده غوندار؟ پدرم در کجایند؟ برآمدند. نه همین جایند. یک خانم آمد با او صحبت دارند. مایلش. اکنون خواسته‌تان شد. هر چی گفتید کردم. از این پس مرا همراه نکنید. اگر در امنیت فهمند مردم، مرا از آنجا پیش میکنند. با تو چقدر پر دادن فراموش نکرده ای؟ بیمارخانه‌ای که خواهرت خواب است یک شبش از نرخ میهمانخانه 5 ستاره دار قیمت‌تر است. 1 سال معاش تو را برآورده دادم. اگر حالا پس گشتم گویی معیلش خودت میدونی. اما اول پول را بر میگردانی، بعد هرچه خواهی کن. تا آن وقت دیگر این چیزها را نشنوم. اگر من اینقدر پول میداشتم با کارهای چرکینی شما همراه نمیشدم جنابی غالی. همین طور خواهرت با آن پولهای چرکین زنده است. پدر در کجایید؟ پدر در داخل هستید؟ با این طرف گذر. خوش باشید. برای بردن یاسمان آمدم. در کجاست؟ یاسمان خوب هستی؟ به خانه رفتم. مادرم همش را گفتند. خواطر شدنت لازم نبود. پدرم گرفته بردند. اصلا زنگ نمی زدم، اما وقتی زنگ زدنت گپ زدن نمی توانستم، وگرنه این طور نمی کردم. اوه آقای امیر، کارها را به آخر رساندید یا کارها شما را به آخر رساندند؟ یاسمان می رویم. پیش از رفتنمون با دستی پدرم شناس می شدیم. امیر تو رو دیدن می خواستم. خانم آسیه چی میکوبیم؟ نمیدونم، حاضر میبینم. لیکن این طور چی گفتنمون رو ندونسته؟ این پدرم این خانه رو کی خریده است؟ من از این خانه خبر ندارم. در داخل خانم آسیه است پدر؟ دیدن ممکن؟ حالا وقتی موافق بودنش را فکر نمی کنم. بیگذار یاسمان، به این هم به شناس شدن نمی ارزد. نفری را که از کار پیش کردند انا همین خیل حکم میراند. این را حتی من نفهمیدم. تو از کجا خبردار شده؟ دیوار موش دارد. بله، البته آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. امیر اکنون چی می شود؟ اگر اکل شرف دستگیر شود چی؟ خودش رو سفید کردن نتواند چی؟ اگر حبس شوی چی کار میکنیم امیر؟ فرزندمون بی پدر کلون می شود. پیش از این کارها تو به این قرار آمده ای؟ یا اینکه تو هم مثل پدرت میخواهی به کودکانی که تولد نشده هم دست برداریم ها؟ امیر مگر نمیدونی من چقدر این کودک ها رو میخواهم؟ این طور باشد پس نمیگردی یاسمان. هر چی که نباشد تو قد میکنی. همه عذاب ها به سر ما می آید. همیشه من عذاب میکشم. عدالت الهی با پینور نگر بدی نکردهش نموند، اما همه کارهایش در جویش است. یاسمان این طور نگوی. آخر فرعون هم پول و مال داشت و کارهایش خوب بود، اما نتیجه چی شد؟ خدا تنها بنده دوستدارش را امتحان میکنه. من طاقت کرده نمیتوانم، لیکن من فهمیدم در این دنیا آدمی بد بودن لازم بوده است. در آخر من هم به صف آنها همراه میشوم. این طور زیر پا شده نمیتوانم. یاسمان کی تو رو زیر پا کرده است؟ آخر برای خرسندی تو من هیچ چیز رو دریغ نمیدارم.
امیر تو از چیزی خبر نداری؟ مگر در خانه ای؟ حتی بلرو و سلیم رو از من زیادتر میبینی. آخر کی تو رو در این خانه میرنجاند؟ کی میرنجاند؟ یاسمن چی گپ است؟ اویله خوشبخت به شون اومده است. من شنیدم امیر رو از وظیفه‌اش آزاد تو کردن. چخل اینسانی؟ چخل بیرگویی؟ صبح از دستم به زوری نجات یافتی، باز برای چی گپ میزنی؟ عصبهای شما تماما خراب شده است. زود آتشی میشوید. اینها رو نخور. یا پروردگار، کنی بجایش گذار. چی شد؟ برای دیدنی امینه رفتنی بودید؟ رفتم. به فکرم که لینتان شما را از در مادر من آمدن دیوانه؟ نموند. او را بجایش شنانیدم. آن پول ها را با او نشان نمیدیم. یک تنگش را هم نمیبیند. یک تنگش را هم. خیر میبینیم. اینها از نبیره هایم هست. با او نشان نمیدیم. تو خودت کی هستی ها؟ کی هستی؟ خودت رو کی گمان کردی ها؟ اکرم و پدرم رفتن گفته در اینجا براحت گشت و گذار میکنی ها؟ پسرم چی گفت؟ به فکرم بعد از تو رو پیش کردن عقلت رو خورده ای. ابله به من نگر، در اطراف همسرم نبینم تو رو. با او یک کلمه هم گپ نمیزنی، فهمیدی؟ حتی با زیر چشمت هم نگاه نمیکنی، وگرنه آن دو دندانت رو یک باره میکنم، مثل سگی دیدو در بدر میگردی. پسرم چی شده است؟ با یاسمن تهدید میکرده است. خدای تهدید میکرده است؟ خدا جزایت رو دهد. پایت را دانستمان فینار، در این خانه روزهایی به شما رد مانده است، فهمیدی؟ پسرم چخل به شمارش هم تمام شد از برای خدا، تمام. آخر بعدی فروختنی گلخانه باید میرفت ها؟ از موی سرش گریست دفت کن. اینطور باشه چرا انتظاریم؟ پشت در پرتایم راه. احمقی نکنید. من به کجا میروم ها؟ به کجایی میروی رو؟ کسی تو را در این خانه نگاه نمیدارد. رو. اما شرف این طرف نمیگوید. تماما دیگر چی میگوید؟ امروز زنگ زد، صحبت کردیم. در خانه امان اسم میگوید، هر قدر خویی اسم میگوید. اکای شرف هم در کجا بوده است؟ من نمیدونم. با من دروغ نگوی ابله. اگر دروغ میگفتم از کجا میدونستم که جای شرف رو فریده به شما گفته بود؟ ها؟ کودکان رو خواباندی؟ ها خواباندم. ما دیر نمی کنیم. اگر بیدار شوند می ترسند. نه بعد یک دو ساعت میاییم. خانه رو دیده برمیگردیم. با این پاشنه های بلند خیلی راه میگردی. کنی برار با اینها دیگر بزینه پایا نبرو. هوش و یادت رو با بچه ها دار. اگر بیدار شوند با من زنگ زن. خوب شد از خانم آسیه. بیا رفتیم. فهمیدم. افتابو ساعتی چند میبراید؟ از همان جای چیپتر رو گرفتن میبراید. میلش. تشکر. اینش هم شد. کنی ببینیم؟ جانکم تو بازدید.
با کی زنگ میزنی؟ به پلیس خبر میدهم اومده او رو برند. نکن دخترم، سرت رو به بلا نمون. اگر خبر دادنت رو فهمد. ملک مویم روشنا نمیکنی؟ جانت آخر حاضر خوب میروی. بیا من تلفن رو دخترم. موی جانت رو شو نکن بازیک نشود. مایلش بیا. اینقدر دور بوده است. راه رو گم نکنیم. نه پرسیده میبیم. همینجا به فکرم. رفتیم. این رو دارم. نمیفهمم. پدرم چرا در این خصوص به من چیزی نگفتند؟ چرا پنهان کردند؟ چرا نخواستند که من دانم؟ در اصل پدرتون فکر کردند که چیزی را پنهان می‌دارند، لیکن بعد از چندین سالها دیدید همش معلوم شد. انسان دانستن خواهد بس است. چیزی در این دنیا پنهان نمی‌ماند. برای همین در وقتش گفته دل رو خالی کردن در کار. همین طور نه؟
اتوبوسمون همین است. میلش تشکر. دکانش را در جای خوب ساخته است. مشتری های اینجا زیاد است. مشتری اولینش خانم پینار می شود. تقدیر را بینه. دیروز در خانه شعر خوانده می گشتم، امروز باشد صاحب قصری با حشمت گشتم. آخر من رقص نکنم که رقص میکند. الا گل دانه 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 پینار قر کدای نمیای خانه. الا گل دانه دانه پینار رود اما میآید. الا گل دانه 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 پینار قر کدای نمیای خانه. الا گل دانه دانه خانه موف به دست آمد و پینار نمیدیم. اگر گریه هم کندی پایش را گرفته. خانم آسیه، در اینجا کلیدهای زیادی هست. اینش رو علاهیده گذاشتند. شاید کلیدی مخصوص باشد. آخرین با کلیدی خانه مانند نیست. این کلید از قوطی پوچتا نیست؟ لیکن چرا مخصوص پنهان میکرده است؟ همگی یک کلیدی پوچتا بوده است. آخر اینجا خزینه نیست گفت. شاید از خزینه بانک است. از کجا دونم؟ شاید چیزهای مخصوص رو پنهان کردند.